اکثر ماها با سوزش سردل آشنا هستیم که معمولاً با درد و سوزش در مرکز قفسه سینه هم همراه هستش. توی این ویدیو قراره راهکارهای پیشگیری از رفلاکس رو یاد بگیری که خیلی هم راحت میتونی توی خونه انجامش بدی. سلام، فرشته هستم، مشاور تغذیه. تو کانال ما کلی اطلاعات علمی تغذیه یاد میگیری. اگه تو الان سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن چون کلی ویدیوی جذاب در راهه. راهکار اول پیشگیری از رفلاکس جویدن آدامس هستش. چون که جویدن آدامس باعث میشه که بزاق بیشتری تشکیل بشه و این بزاق بیشتر کمک میکنه که مری از اسید معده پاکسازی بشه و برای مشکل رفلاکس میتونه کمک کننده باشه. مورد بعدی، به پهلوی چپ بخوابید. چندین مطالعه نشون دادن که خوابیدن به پهلوی راست میتونه علائم رفلاکس رو در شب بدتر کنه. یه مطالعه هم نشون داد که کسایی که به پهلوی چپ میخوابن تا 70% مری کمتر در معرض اسید معده قرار میگیره. مورد بعدی، سر تخت خودتون رو بالا بیارید. تعدادی از مطالعات نشون دادن که بالا آوردن سر تخت کمک میکنه که علائم رفلاکس و سوزش سردل کمتر بشه. مورد چهارم، زودتر شام بخورید. اینکه فاصله شام و زمان خوابیدن کوتاه باشه باعث میشه که علائم رفلاکس بدتر بشه. پس سعی کنید حداقل زمان شام خوردنتون با زمان خواب 2 تا 3 ساعت فاصله داشته باشه. مورد بعدی، به جای پیاز خام از پیاز پخته استفاده کنید. تعدادی از مطالعات نشون دادن که بعضی از افراد وقتی که پیاز خام میخورن علائم رفلاکسشون بدتر میشه. حجم وعده های غذاییتون رو کمتر کنید و تعدادش رو بیشتر کنید. خوردن وعده های غذایی بزرگ باعث میشه که به اسفنکتر انتهایی مری فشار وارد بشه و احتمال بازگشت اسید از معده به مری بیشتر شه. بعد از غذا خوردن احتمال رفلاکس بیشتره و به نظر میرسه که خوردن غذاهایی با حجم بزرگ علائم رفلاکس رو بدتر کنه. سابسکرایب و لایک یادت نره، بعد ادامه رو ببین. مورد بعدی اینه که وزن خودتون رو در محدوده سالم نگه دارید. داشتن چربی‌های اضافه شکم باعث میشه که علائم رفلاکس بدتر بشه. مطالعات نشون دادن که حداقل اگر که 10% از وزنتون رو کم کنید میتونید خیلی کمک کنید که علائم رفلاکس بهبود پیدا کنه. مصرف قهوه و کافئین رو محدود کنید. البته مطالعات نتایج ضد و نقیضی رو نشون دادن. بعضیاشون گفتن که خوردن قهوه میتونه با رفلاکس ارتباط داشته باشه، اما بعضی از مطالعات ارتباطی رو نشون ندادن. پس این بستگی به خود شما داره. اگه با نوشیدن قهوه احساس میکنید که علائم رفلاکس بدتر میشه، بهتره که مصرفش رو محدود کنید یا اینکه اصلا مصرف نکنید. مورد نهم، مصرف نوشیدنی های گازدار رو محدودش کنید. دلیل اصلی این که نوشیدنی های گازدار باعث افزایش بازگشت اسید به مری میشه، وجود گاز دی اکسید کربن هستش. پس اگر که مشکل سوزش سردل دارید، بهتره که کمتر از نوشیدنی های گازدار استفاده کنید یا اینکه کلاً حذفش کنید. مورد دهم، آب مرکبات کمتر استفاده کنید. مصرف آب مرکبات مثل آب پرتقال، آب گریپ فروت میتونن محرک های برای سوزش سردل باشن. یه سری ترکیباتی توی آب مرکبات وجود داره که پوشش مری رو تحریک میکنه. پس اگر که به تجربه احساس کردید که با آب مرکبات اذیت میشید، بهتر از مصرفش اجتناب کنید. مورد 11، مصرف فلفل و نعنا رو محدودش کنید. 12مین مورد این هست که مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده رو کمترش کنید.
نیازی نیست که شما بیاد کلاً چربی ها رو حذف کنید، چون که مصرف روغن ها و چربی های سالم یه بخشی از برنامه غذایی هستن. بهتره که تعادل رو رعایت کنید و از چربی های مفید مثل اسیدهای چرب امگا 3، ماهی های چرب، روغن زیتون از اینا استفاده کنید. در آخرم باید بگم که با اینکه سوزش سردل یک موضوع ناراحت کننده هست واقعاً و یکی از گزینه‌ها میتونه داروها باشه برای درمان این مشکل، اما با رعایت نکاتی که گفته شد و تغییرات در سبک زندگی و غذا خوردنتون میتونید به بهبود علائم و پیشگیری از رفلاکس کمک کنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود برای دوستاتون بفرستید و کانال رو هم سابسکرایب کنید.